این درختان پربار پیستا قسمت از میدان پیستازور خوجگی یاریرسانی جمعیتی دارای مسئولیت محدود سلاسه ناحیه جیهون می باشد که با نام باغ مادری مشهور است. زیرا از زمان تأسیس خوجگی مذکور زیاده از 10 سال سپری می گردد که این درختان دسترخوان مردم را با حاصل خوشصفت پیستا پر می سازد. پیستازور خوجگی یاریرسان به اطلاع مسئولین سر کرده از باغ‌های نو تأسیس داده 65 هکتار را تشکیل می دهد. سال 2009 پیستا از ایران به مقدار 1000 بیخ آورده شیناندند. 2011 پیوند کردند. بعد از همون از داخل همون پیستای جمع کرده شده، پیستایی که برای حاصل آن در کارش شینانده همیشه در انکشاف همین پیست پروری را در همین دوام دادند. 30 هکتار زیادترش حاصل ده می باشد. هدف اساسی ما در این پیست پروری همون است که سال تا سال باغ را زیاد کنیم، حاصلناکی بلند برداریم، چقدر که باشد موافق سفارش‌های جناب عالی زمین را پره به استفاده بریم. با اطلاع مسئولین خوجگی در این پیستازور نوهای احمدی، اکبری و فندقی پرورش کرده می شود که با اقلیم ناحیه مطابق است. البته باید قید نمود که برای حاصل خوب گرفتن پیش از همه برای درخت پیستا اقلیم باید موافق باشد و برای پوره مغز گرفتن پیستا در دوام سال تقریبا 40 روز هوای گرمی از 40 درجه بالا لازم است. چون ناحیه جیهون منطقه گرم به حساب می رود، پرورش این نمودهای پیستا در ناحیه موافق به اقلیم بوده همه سال از هر یک درخت آن تا 10 کیلوگرمی حاصل رویانیده می شود. در یک سال وقتی که ما حاصل جمع آوری میکنیم، بعد از جمع آوری حاصل الک ما برای تیاری حاصل سال آینده کارکرد بین قطارها غذایی دیگر آب تشکیل یا خوابمانی همیشه تشکیل میکنیم که سال آینده با الک پیستا هم رنگ ایسونه تیاری دیدن شده کار پیستا با تیار شود که برای حاصل آینده به یگان ممانعت چی حاصل بندی سر کند. بالای پیستا بندی سر شد در درخت پیستا ما نگاه کردن میگیریم تورترنگ نتاند یا که اون کسلو با گرفته شیمیکات ها استفاده میبریم. غیر از این وقتی که پیستا چینن پیستا حتما دستی میچینیم، اون یگان راه تکنیکی ندارد، دستی میچینیم برای مخصوص اگریگات های داریم که پیستا تازه میکند خشک میکند با استاندارد دولتی جوابگو کرده به بازار برآورده میشه. همین درختی که در پیش ما ایستاده سال هفتم الان سال گذشته که نه نشانه حاصل کردیم تو کم بیش حاصل داده ساده است. روز تا روز سال به سال با انکشاف که یافت درخت حاصلش هم زیاد میشد. در عین حال درختان پیستا به حاصل درآمده، کارمندان به خاطر بنقص پخته رسیدن میوه پیستا کارهای ضروری را همه روزه انجام میدهند. به گفته آنها در موسم جمع آوری و کارکرد و استحصال پیستا ساکنان زیادی محلی با جای کاری دائمی تامین میگردند. سال گذشته ما که مخصوص جا آورده پیستا شیناندیم به مقدار قریب 50,000 بیخ، از 50,000 بیخ قریب 2,000 بیخ مردم الک خریده بردن، آدم هر طرف تا ولایت سوخته بردن، کلاه بردن. غیر از این حاضر ما نهال همین صبح پارسال نهالایی که شنیدیم میسا پیوند کردیم، با پیوند درگاه الک ما میتوانیم که از ماه نوامبر کنده اون نهالی تیار با مردم دسترس کرده تیم برای بردن حاصل گرفتنش. مردم نهالی پیوند میبره تیار الک در مدتی 4-5 سال پیستا میشه. شرایط مساعد این منطقه امکان می‌دهد که نه فقط طلبات داخلی با نهال و تخمی نوع و شکل‌های پرارزش پیستا تامین شود، بلکه می‌تواند برای فروش بیرون از حدود کشور نیز برآورده شود، چون که تخم نوع‌های پیستاهای سرحاصل این خوجگی در کشورهای همسایه نیز طلبات زیاد دارد، میگوید همصحبت ما. گزارش شهلای احمد خان طالب جان سیفوف بر برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه جیهون.